سلام بچه، چه خبر؟ من محمد واتی هم با یه ویدیو جدید اومدم از کال آف دیوتی موبایل که از اکانتم رو نمایی کنم. بچه ها اولین چیزی که میخوام بهتون بگم، من 10 تا بتل پس توی اکانتم رفتم، یعنی زدم و بعد از این 94 تا اسکین دارم و فوقش هم 3 تا لجند که M4 356 و نایف که همتون دارین بعضیاتون. لول 370 هستم. دور و برای 211 تا اپیک دارم، گفتم 94 تا با 22 تا از اون آبی اسکینا. خودروهای منم که دیدین، تایرم هم 72 7 دفعه لجند شدم، 2 دفعه مولتی، گرم از یک اسنایپ دایموند، 6 تا هم گلد. اینجا هم مورد خاصی نیست. بلک مارکت و از اینجور چیزا و اسکین آرتری هم 2 تا ازش دارم که اصلی نیستن. آره اینجا هم که ببینیم این دانلود شده. خب حالا بریم توی بخش مولتی. اینم لوداتامه، اسکینایی که شما نگاه میکنین بعضیاتون دارین، خیلیاتون زدن این بتل پس رو، HDR مخصوصا که اکثرا یوتیوبرها برش میدارن. ببینیم دانلود شده. آره خب بچه اینم آرتری ما، اینم اسکینی که داریم میبینیم با سنایپی که دستش هست. خیلی 4 تا اپیک دارم ولی نذاشتم اونا رو، از دیلت خالی خوشم میاد. اینم مولتیه که گرم مستر یکم. حالا بریم بتل هم بهتون نشون بدم. بتل هم گرم مستر یکم که این ویدیو برای خیلی چند هفته پیش الان شدم گرم مستر 3. و این هم از کاراکتر قشنگ ما با 40 تا دنس فکر کنم اپیک دارم، بقیهش از اون آبیاست دیگه. MVP شدنم 3 تا دنس دارم، یه دونه 7 روزه. اسپری دنس هم که 2 تا ازش لژندری دارم، بقیه اپیک و آبی ایناست. اینم MVP اسپری دنس و اون ستاره که نمیدونم چیه. اینا هم از اینا. کلا میخوام کارتون به شما نشون بدم. 295 تا از کارت 117 میتیک دارم. خب بچه ها دیگه تا اینجا به اتمام رسید کارمون. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار، حتما با من همراه باشید.